سلام عزیزای دل، امیدواریم خوب و خوش سر حال باشین، شاد باشین، مثل امشاوی از مو جموری خوش باشین، سلامت باشین عزیزای دل. ایچ مبارک سال نوی هزار و چنده 1405 مبارک ببخشین دیگه، ما فعلا در میلادی زندگی یک کمک قاطی کردم. خیره، امیدواریم شما ما رو ببخشین. امی نوروزشم پیروز باشه، خوش باشین، شاد باشین. ما امشب در افتخار عید و سال نو یک برنامه گرفتیم با جمعی از دوستا و با دو تا عزیز که برای ما می نوازه. خب عزیزای دل، میخوایم سلام و کلام داشته باشیم با آقای رضایی و آقای بیانی قبل از اینکه برنامه ساز و آواز دنبوره آغاز شده. آقای رضایی عزیز، لطفاً یک سلام و کلام داشته باشیم با دوستا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان هموطن عزیزم. منم منابع خودم عید سعید فطر و سال نوی عید شمسی را خدمت همه شما تبریک تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که همیشه زندگیتون شاد باشه. امشب خوشبختانه هم مهمان آقای افضلی و این دوستانی که اینجا حضور دارن هستیم. خیلی خوشم و امیدوارم که چند لحظه در خدمت شما باشیم، برایتون خوش بگذره. سلامت باشی، افتخار دیده. آقای بیانی عزیز، لطفاً سلامی داشته باشی با دوستا تا برنامه آغاز شده. با نام یاد خدا، سلام و درود خدمت دوستا و عزیزانی که ما را از این چینل افضلی بیننده هستم. سال نو را همچنان عید فطر را برای همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امید که یک سال خوب و خوش و پر از موفقیت داشته باشین. تشکر همچنان از آقای افضلی عزیز که ما را دعوت کرده در اینجا و جمعی از دوستان. امید که همه شما موفق باشه و با جمعی دوستان تشکر. خواهش منم بیانی عزیز، واقعا افتخار دیده امشب که تشریف آورده در کلبه حقری از ما. عزیزای دل، بریم بینگرنیم که آقای بیانی و آقای رضایی عزیز امشب که شب عید است و شب سال نو است برای ما و شما چی میخوانه و چی مینوازه. بیننده باش. بار بخیر. یاری نازدانه بیا که کنیم خانه دل را پر از امید کنیم، خانه دل را پر از امید کنیم. شوق و شادی را در هر سو هر طرف، خانه خانه آقل داغل کنیم، خانه خانه آقل داغل کنیم. یاری نازدانه بیا که کنیم خانه دل را پر از امید کنیم، خانه دل را پر از امید کنیم. هر مجال که یاری نازدانه بیان، برگ گلدم پیش پاشی کنیم، برگ گلدم پیش پاشی کنیم. یاری نازدانه بیا که کنیم خانه دل را پر از امید کنیم، خانه دل را پر از امید کنیم.
رقد مافی و قد میچید کنیم عید رقد مافی و قد میچید کنیم داری نازدانه بیاکید کنیم خانه دل را پر از امید کنیم خانه دل را پر از امید کنیم هر مجل که یاری نازدانه بیاد برگی گلدم پیشی پاشید چید کنیم برگی گلدم پیشی پاشید چید کنیم یاری نازدانه بیاکید کنیم خانه دل را پر از امید کنیم خانه دل را پر از امید کنیم خانه دل را پر از امید کنیم دست و پنجت درد نکنه. واقعا اید را اید جور کردی. سلامت باشی امیت گل نپاشیده واقعا گل پاشیده در قلبای تک تک از مو. عزیزای دل شنیدین دیگه نه؟ واقعا گل پاشید، واقعا شادی پاشید. همین روح و روان از مو تازه شد. دیگه بشنویم که آهنگ بعدی یا ساز بعدی یا غزل بعدی برای از ما و شما چی میخوانه؟ رضایی عزیز بشنویم. یک آهنگ دیگه میخوایم بخیر باز دیگه مجلس دست آقای بیانی عزیز اوکی. بعد از آقای بیانی میشنویم چی میخوانه؟ امید و خوشی بیدار و مبارک بیدار و مبارک کتا و رزه قوم و مبارک قوم و مبارک روزای خوشی روزای دوستی روزای دوستی روزای خوشی روزای دوستی روزای دوستی ایرانی دستا گردو مبارک گردو مبارک همه عید خوشی بیدار و مبارک بیدار و مبارک دکتا و رزه قوم و مبارک قوم و مبارک ای روزی خوشی که ندور مشومه که ندور مشومه ای روزی خوشی که ندور مشومه که ندور مشومه دوری از که نبین قوم و مبارک قوم و مبارک خوشی بیدار و مبارک بیدار و مبارک زکتا و رزه قوم و مبارک قوم و
این دو آهنگ دی تقدیم کردیم. امیدوارم که بیننده‌هایی که ما رو تماشا هم لذت برده باشه. این دوستایی که حضور دارن یعنی حالا- واقعا آقای رضایی ما لذت بردیم. واقعا ما لذت بردیم. دست پنجت درد نکنه. سلامت باشی. همیشه اینمی رقم آتش فشان باشی در هر مراسم. آقای بیانی نوبتی هم که باشه، نوبتی آقای بیانی. آقای بیانی مسلح شو، فهمیدی؟ مسلح شو که دل دوستا رو شاد کنیم.
ای مگیم دست در نقل بیانی هستی. تشکر. واقعا عالی بود. خیلی خیلی لذت بردیم. امیدواریم که دوستای عزیزم از این خواندن‌های امیت صاف، سوچه و دنبوره هزارگی، شعر هزارگی، نفرهای هزارگی سعی کن. خواهشتون لطف دارین شما. خب بازم آره تو منده نشته دنبوره هده دیگه جا ولده ازمو دیگه دنبوره تا نیلو علاقه منده زیاده. هیچ چیزی یاد ندارم. قاصد رای کردم خانه تو گفتگوی خیلی کرده قدات تو آت تو گفتم آیش کار ندارم جوابی بد رای کرده آب تو داره کچه شده شیده بدت ناشکی را قاصدی بیچاره دونا نداشته پورا ناخیده تایی مشکده تو دختره گالی از نبی میگیرن حالی که کچه شده خود پورا دستی میگیرن حالی که کچه شده خود پورا دستی میگیرن خوردشان تو مذاق دیدن آدمی قرآن خورولاغ دیدن آشوقی را دشون نخوای نمافتی بیکاری آشوقی بدداغ دیدن
تشکر دوستای عزیز که تا این لحظه همراه از ما بودین. جهان سپاس از تک تک شما. واقعا ما خوشحالیم با جمعی از عزیزا و دو تا عزیزی که برای ما امشب می نوازه و می خوانه و همچنان برای شما دوستا می خوانه، برای شما دوستا می نوازه. امیدواریم که سال جدید برایشون بهترین باشه، برایشون بهترین ها را ما آرزویم. واقعا امیدواریم که مهاجرینی که در اندونزی هسته که مو جماعت فعلا اینجا حاضر هسته خیلی زود و خیلی فوری از این وضعیت و از این بلا تکلیفی باشینی و باری در سرمنزل و کشورهایی که باید باری. خواهد زایدل بیشتر از دیگه وقت شما نازنینا رو نمیگرم. از شما یک خواهش دارم، امی خواهش میره لطفاً در زمین نیلین، امی ایدی از مرا رایی کن. نگفتی چه رقم ما این حال مگیم بلدهشم، شما خود کس نگین. خب هر کدام خودگونشم بلدیم رایی کن. لطفاً چینل از مرا سابسکرایب کن بابت ایدی امسال از ما. تشکر از تک تک شم. از دل یک دنه امیت دنبوره و غزل ناب برای خداحافظی از آقای رضایی میشنویم. خداوند یار و نگهدارشون تا ویدیوی بعدی. بریم که بشنویم. دوستا از طرف از من می چینل آقای افضلی رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظریاتتون شریک کنید. تو سوقاتی بیارم، الله سوقات از ملک جاغوری بیارم، الله سوقات از ملک جاغوری بیارم. دکانی زرگر الله توقین و خو خلقی می بیارم، الله توقین و خو خلقی می بیارم. اسمال علی عبدال آخر الله دل آخر دا عاشقی بیارم، علی دل آخر دا عاشقی بیارم، الله دل آخر دا عاشقی بیارم. سلامت باشید. تشکر از دوستا که توجه کردن و از این جمع